بلد نیستم روشنش. همون بفروش دارم میام. کمک شما براش خریدیم. بریم که سورپرایزش کنیم. همون مبارک باشید. این ماشین شماه. من حلقه گفته خوردم اصلا باورم نمیشد. من فکرم همه شوخیه. میگن جدی مال خودمونه یا نه مال شماست. امانت تو شما. این سندش هم به نام خودته. مال خود سندش به نام خودته. برو اصلا آتیشش بزن. دست در نکنه. 10 میلیون بابت همه زحماتی که این عمو کشیده هدیه بده بهش. دست در نکنه. مرسی ممنون لطف کردین. خدا بهتون خیر بده. سلامت هرچی باشید. خدا میخواد بهتون بده. بیا مال خودمونه ماشین. اولین ماشینی که خب دارم. اولین ماشینی که دارم. تا حالا ماشین نداشتی؟ نه. هیچ وقت؟ نه هنوز ماشین نداشتم. تا حالا ماشین نداشتی؟ اولین و بهترین شد. که واصل زمان. ممنونتونم. خدا بهتون خیر بده. هرچی از خدا میخواد بهتون بده. میرفتم میدون همش به خودم گفتم خدایا چی میشه ما بتونیم یه جوری بشه که راحت تر پول درآمد. خدا شما رو فرشته نجات کرده و اومدین که ما بتونیم یه کمی راحت تر یعنی خیلی راحت تر پول در بیارم. اون موقع مجبور بودم پول در بیارم ولی الان راحت ترم.